حزب نهضت اسلام که در تاجیکستان فعالیت کرده بود یکی از سببگار اساسی پیدایشی همه نمود نزاع‌ها، همه نمود جنگ و آشوب‌ها، همه نمود عموما کنفلیکت‌هایی که در خانه تاجیک در همان دورها رخ داد سبب مست از آنها برمی آید. ما در فیلم خیانت دیدیم، مشاهده کردیم که در انسان هنگام تماشا کردن همین فیلم به دهشت گرفتار به وهم گرفتار می شود. یعنی آنقدر خون تاجیک ریخته است، آنقدر به گرداب خونین خلق ما رو گرفتار کردند و برای همین حاضر مخصوص همین فیلم رو ما همچون فیلم حجتی آن رو قبول میکنیم که در آن در حقیقت در اساس فکت ها، در اساس دلیل ها، در اساس به واسطه آن شاهد ها و آن اشتراک کنندگانی همین جریان یک خونین، همین یک جریان ضد ملت تاجیک پیروان و راهبران حزب نهضت اسلام مخصوص فعالیت آنها در آنجا ظاهر شد، معین شد با فکت‌ها، با دلیل‌ها. حاضر از بسیار اخبارات هایی که در از شبکه‌های گوناگون از جانب اکستریمیست‌ها و تروریست‌ها از آن جمله که با آن رهبری میکنند مخصوص همین حزب نهضت اسلام با قوه‌های دولت‌های خارجه که این هم پوشیده نیست که باز آن نزاع‌ها رو باز از نو پیدا کردنی هستند، باز دولت تاجیک رو نااستوار کردنی هستند، پراکندنی کردنی هستند و از همین حساب باید که هر یک ما هوشیار و زیرک باشیم. مقصد حزب نهضت اسلام مخصوص بنیاد کردنی همین ناآرامی ها از نو شور آشوب ها رو پیدا کردن، باز همون جنگ خونین رو از نو فرا گراندن. مبارزه باید تا همین ریشه کن کردن آنها باید ادامه رود و در همین خصوص هر یک فرد تاجیک، هر یک ملت تاجیک از آن جمله با دستگیری مملکت‌های خارجه و همسایه که ما باید ما از یک گریبان سر آریم و چون این خیانتکاران رو در خانه خود، در وطن خود، در دیگر دولت‌های خارجه نیز جای دادن ممکن نیست.